ادامه درس. همزه لام زبر ال، ها زبر ها، میم زبر ما، الهم. وقفا الهم. همزه نون زبر ان اخفا میشه. شین زبر شا، را زبر را، انشر. وقفا انشر. را برخوانده میشه در حالت وقف و وصل. همزه نون زبر ان بعد از نون ساکن قاف حروف اخفا آمده که اینجا اخفا میشه به رنگ نارنجی هم اشاره شده. قاف زبر قا، ضاد زبر ضا، انقاض. وقفا انقاض. دال میم زبر دم، دال زبر دا، میم زبر ما، دم دم. وقفا دم دم. عین سین زبر عس، عین زبر ع، سین زبر سا، عس عس. وقفا عس عس. همزه عین زبر اع، با پیش بو، دل پیش دو، اعبدو. اعبدو نشه، اولش همزه است دومش عین، اعبدو. وقفا اعبد. نون عین زبر نع، با پیش بو، دل پیش دو، نعبدو. وقفا نعبد. یا خا زبر یخ، را پیش رو، جیم پیش جو، یخرجو. وقفا یخرج. یا ح زبر یح، سین زبر سا، با پیش بو، یحسبو. وقفا یحسب. یا شین زبر یش، را زبر را، با پیش بو، یشربو. وقفا یشرب. یا شین زبر یش، ها زبر ها، دل پیش دو، یشهدو. وقفا یشهد. تا را زبر تر، ها زبر ها، قاف پیش قو، ترهقو. وقفا ترهق. تا عین زبر تع، را زر ری، فا پیش فو، تعرفو. وقفا تعرف. را باریک خوانده میشه. همزه قاف پیش اوقا قلقله، سین زر سی، میم پیش مو، اوقا سیمو. وقفا اوقا سیم. یا با پیش یوب، دل زردی، همزه پیش او، ایره یا نخوانین همزه است، یوب دی او. وقفا یوب دی. در حالت وقف اوجا همزه حذف تلفظی میشه. باز ما ایره یا ساکن میمونه و ما قبل یا ساکن که حرکت کسره بود مد اصلی میشه، به اندازه 2 الف کش میشیم. مثلا یوبدی، بعضیا یوبدی میگن، یوبدی به اندازه 2 الف کش کنن که مد اصلی میشه. جا یا نون پیشیون